بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما در میبینیم با شما در دستگاه نقطه جوش هست که زمانی که با برق وصل کنیم میبینیم که یک بر خود یک پکه بر خود داره به خاطر سرسوزی ترانسفورمرش. و این قسمت دیگه است که شما میبینیم به خاطر ارتباط پیدا کردن بین به خاطر اتصال قطعات است یا پلیت هاست یا مثلا میخ است یا مثلا به خاطر پرچیکاری است. و قسمی که ما شما میبینیم اونم بر سویچ میکنیم و میخ یا چیزی که ما بالایش بانیم زمانی که ما سویچ کنیم و اون بالایش برق فعال میشه و اتصالات چی میگن صورت میگیره. و در ضمن از اون برای که اتصالات صورت میگیره این به کدام مواد و لیم و چیز ضرورت نداره، فقط میتونه با استفاده از برق و قوه برق ما شما میتونیم چی کنیم همون دو جسم یا دو وصله که هست میبینی کنه با هم اتصال پیدا میکنه. اینجا قسمت که شما در تصویر میبینیم اینجا همون ما تونستیم که تقریبا 4 پیچ ما تونستیم به صورت اتصال برقی ما رو با هم جنگ کردیم یک جایش که در شکل بر شما درست معلوم میشه. یعنی تونستیم با استفاده از دستگاه نقطه جوش توانستیم که ما 4 دونه پیچ با هم چی کنیم یک جا کنیم. یا هم بود کار کرده از دستگاه نقطه جوش. مثلا